بخاطر محبت و صمیمیت در بین انسان ها، علل خصوص در بین قشر مسلمان، در جامعه‌ای که انسان به نام مسلمان زندگی می نماید، اینها را توسط اسلام عزیز و خوبی ها و داشته های اسلام عزیز در بینشان محبت و صمیمیت ایجاد می نماید. از این آیه مبارکه معلوم و هویدا هست السلام در اسلام عزیز صحبت داشته باشه. کلمه‌ای که عده‌ای از